سلام همراهان عزیز. یک موضوع بسیار جالب است که میخوام پیشکش شما عزیزان گردانم. این موضوع نام دارد که چی طور در خودمون اعتماد به نفس ایجاد کنیم. برای رسیدن به آن که ما اعتماد به نفس ایجاد کنیم یا آن رو بالا ببریم، سه مرحله وجود دارد. مرحله اول این برنامه ریزی است. یکم یعنی اولویت های خود را مشخص کنید. دوم موفقیت هایتان را بشمارید. سوم توانایی هایتان را بشناسید. چهارم ذهنتان را راهبری کنید. و مرحله دوم حرکت به سوی کوه نام دارد. یکم مطالعه را زیاد کنید. دوم روی هدفهایتان کار کنید. سوم هدفهای کوچک و واقعی را تعیین کنید. چهارم همچنان ذهنتان را کنترل کنید. پنجم ایده ها و نقشه هایتان را حتما بنویسید. مرحله سوم عزیزان، حرکت در قله، یعنی در بلندی چگونه باید حرکت کرد. یکم هدفهای بزرگ و واقعیتان را انتخاب کنید. دوم به هدفهایتان مثل آن که به رفیقتان عهد و پیمان میبندید مناسبت کنید. سوم بیشتر و بیشتر تلاش کنید. چهارم هرگز عزیزان ناامید نشوید.